درود عزیزان، خوش اومدین به ویدیو جدید و قسمت آخر سری هارپور. حقیقتش قرار بود دیروز ویدیو رو بذارم تو کانال، ولی متاسفانه ویدیو به مشکلاتی خورد. مشکلاتی همچون مرگ. درسته، من مردم. مپ همینه. آره، جنریت نمیشه دیگه. حالا بیام ارزتش. مپ پرید همینطور که میبینید. رفته بودم تمام قار قسمت 4 تا تهش رفتم. یه 15-16 تا دایموند گرفتم و آره چی، رفتیم یه جایی تو سولاخی گاردن احضار شد و در رفتم. از گاردنم در رفتم. کل غذا تمام شده بود، گوشت زامبی میخوردم. به هر حال هر جوری بود خودم با یه دونه قلب رسونده بودم دم در بیرون. اینا ما از یه دونه ارتفاع 5-6 بلاکی میفتیم و آره حاجی تموم میشه که. خلاصه میخواستم بگم که دیگه ربات کریم تموم شد و شاید سری جدیدی شروع کنم. ولی این دفعه سری جدید خواستم شروع کنم، دوست دارم از یه سید استفاده کنم. سیدی که مثلا مپش خوب باشه، چیزی که نمیزنیم، فقط یه مپی، مثلا یه کوهی که دور تا دورش بزرگه، توش ویلیجه، یا شایدم یه جزیره کامل. آره حاجی همچین سیدایی. تا ویدیوی دیگه بدرود.